درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. سوالی که خیلی زیاد دوستان از من میپرسن اینه که توی تعطیلات کریسمس مارکت فارکس به چه صورته. عرض شود خدمتتون که توی 24 دسامبر که میشه سوم دی، این آخرین روز کاری سال هست و تا ساعت 12:30 ظهر به وقت نیویورک یا میشه ساعت 9 شب تقریبا به وقت ما، بازار نیمه تعطیل نیمه باز هست. این وضعیت ادامه داره و تعطیلی ها شروع میشه تا روز 11 دی ماه که میشه در واقع 2 ژانویه که مجددا مارکت باز میشه، توی وضعیت پری اوپن هست، نقدینگی همچنان کمه و پیشنهاد میدیم تا هفته دوم سال جدید وارد پوزیشن نشید. و یک نکته خیلی مهم که لازم میدونم خدمتتون عرض کنم، توی روزهای آخر سال ترجیحاً پوزیشنی نگیرید. اگر پوزیشن بازی دارید حجمتون رو کاهش بدید و ترجیحاً تا جای ممکن پوزیشن های بازتون رو ببندید، چرا که توی روزهای آخر سال نقدینگی خیلی کمه و ممکنه بعد از تعطیلات وقتی که مارکت باز میشه یک گپ خیلی بزرگ داشته باشیم و باعث بشه که شما ضررهاتون چند برابر بشه. شب و روزتون بخیر، پرسود باشید.